این لحظه رسیدیم به شرط دیگری محفل زیبای ظریفان. این تقریر است. آقای سبان نگیریم دست ایفان را برای تقریر. تشکر بچه ها. مرحبا. بابای فیض میگفتید که در جوانیتان کدام سرایندگان بیشتر پسند شما بودند؟ بچه‌ام اولی که به شبکه تازه تأسیس لاوتی تیوی برای کار میخواهم بچه‌ام. در جوانی من بسیار امیر دیگه نه را بسیار دوست داشتم بچه‌ام. جوانی زن هست نفره که آواز او به شما پسند باشد. ولی بچه یک زن جوان است که بسیار آواز خوب داره بچه ها. میرنگار رستم بچه جان. بله بچه او دخترک است که از پنجکین بسیار آواز خود دارد بچه اون نگینه اما خلابه بچه جان.
بچه و داخل ما یک آوازی خانی بسیار خوب است که نه تنها من بلکه بسیاری مردم با عاشق است بچه وقتی که سردی جدا از خون بچه میخوان من برابرش گیره میکردم بچه همی یک نبیره دارم بسیار خواهش که بابا جان اگر گپت موزارد یک سود از خانه شریف خونده شود بچه جان تماشابینان عزیز با یک سرود خیریدین شریف برنامه چهره های ماندگان را به پایان برده باقی به همه شما سلامتی و سربلندی خواهانم وطن دارم کمی خود را نگویم وطن دارم وطن دارم ننالم از گران داری نپرسم از کسی یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم وطن دارم ندانم کسی پسندگوی زیبا برای سیر خان دوستانی عزتمند هواداران محفل آزمانی ظریفان حالا برای بخش غیری کنکورسی دسته عرفان آماده است که باید ترانه مرغوب خاطری با آشما را شاد کنند استقبالشان می‌گیریم دسته عرفان را همه کسا دستگیری زیبا
دوستان عزتمند، بازم با دسته عرفان قرار خوان هستیم. فقط خواهش همین است که از آن اشتراکچی دسته عرفانی که در پس صحنه هستند نگاه های بیهوده نشود. خواهش ما گفتیم که ثبت تلویزیونی است، احترام را خواهش میکنیم. دوستان عزتمند، چند لحظه پیشتر پیش از بخش غیر کنکورسی شاهد تقریر دسته عرفان بودیم. اکنون بهای از رقم را بینیم به تقریر دسته عرفان. 4 5 5